سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر. امروز می‌خوایم تفاوت آیق‌های رطوبتی در زمینه آیق‌های رطوبتی ساختمون و پروژه مختلف رو بهتون معرفی کنیم تا انتخاب شما برای انتخاب آیق رطوبتی راحت‌تر بشه. اولین چیزی که برای معرفی در نظر گرفتیم قیر، ماده‌ای که با گونی استفاده میشه توی بحث آب‌بندی. اجرای نسبتاً سختی داره چون این باید درجه حرارت بسیار زیادی بهش داد که باز بشه. روی بحث پشت‌بام‌های سیمانی زیر سرامیک قبل از اجرای عایق سرامیک برای سرویس‌های بهداشتی آشپزخونه استفاده میشه و توی بعضی از قسمت‌ها هم دیوارهای جانبی ساختمون و استخرها رو باش آب‌بندی میکنن. از مزایایی که داره یکی این که در دسترس هست، البته خب الان کمتر شده، قبلا خیلی بیشتر بود. اجراش مقداری سخته، این یکی از معایبشه. خطرات احتمالی زیادی داره چون حرارت خیلی زیادی باید بهش بدید که بخواد اجرا بشه و قدرت ارتجاعی بسیار ضعیفی داره. همونجور که مشاهده میکنید خیلی راحت این قیر میتونه شکسته بشه. توی انبساط انقباض زیاد دوام نمیاره، مخصوصا دمای محیط که گرم بشه یه خورده خودش رو ول میکنه باز میشه، دمای محیط که سرد بشه باز ترد و شکننده میشه. عایق بعدی که بعد از قیر و گونی در نظر گرفتیم بهتون معرفی کنیم ایزوگام. اینجا این نمونه ایزوگام فویلدار رو ما داریم که اجراش نسبتا راحت‌تره نسبت به قیر، فقط کافیه یه مشعل بهش بدید که بچسبه. اما قسمت‌های کنج سرویس‌های بهداشتی زوایای 90 درجه دور لوله‌های ورودی و خروجی به دلیل استحکامی که داره و قدرت انعطاف پذیری پایینی که داره به خوبی نمیچسبه. یکی از معایبش اینه که خب دور لوله‌ها رو کامل نمیتونه آب‌بندی بکنه. عمر مفید این عایق 10 ساله، ولی توی دماهای مختلف توی سطح کشور اگر زیادی گرم بشه روش رفت آمد کنید خیلی زود آسیب میبینه، اگر زیادی سرد بشه احتمال شکستگیش خیلی زیاده. همین الان هم که این نمونه رو من دارم خیلی راحت توی انبساط انقباض شما میبینید که از نظر انعطاف پذیری ضعیفه. اما آیتم بعدی که داریم اینجا عایق نانوپلیمره که تکنولوژی بسیار جدیدتریه نسبت به عایق‌های رطوبتی توی کشور. قدرت انعطاف پذیری خیلی بالایی داره، اجرای نسبتاً خیلی راحت‌تری داره. این از مزایای عایقشه. چون اینا سرد اجرا هستن با یک قلم و قلتک خیلی راحت میتونید آب‌بندی رو انجام بدید باهاشون. زوایای 90 درجه دور لوله‌ها رو کامل آب‌بندی میکنه. عمر مفیدش هم 30 ساله چون موادش پلیمریه. توی انبساط انقباض و تنش‌های سازه‌ای هم به دلیل انعطاف پذیری و قدرت کیسانی فوق‌العاده‌اش ترک نمیخوره. تو شرایط جوی سخت از منفی 60 تا مثبت 120 درجه تحمل دمایی داره و تغییری توی بحث انعطاف پذیریش ایجاد نمیشه. عایق‌های بعدی که در حال حاضر الان موجود ندارم بهتون نشون بدم ژئوممبرانه. خب ورق ژئوممبران عایقی که برای استخرهای کشاورزی بیشتر استفاده میشه، توی بحث صنعت ساختمان خیلی کم رنگه. حالا اون مزایا و معایبش هم میخوام براتون نام ببرم. ژئوممبران اجرای تقریبا تخصصی میخواد چون دستگاه دوخت خاص خودش رو داره، خیلی سریع آتیش میگیره. نهایت طول عمر مفیدش توی فضاهای جوی بیرونی 15 ساله و خیلی راحت آتیش میگیره. عایق بعدیش هم کفوش‌های اپوکسیه که هم به عنوان کفوش استفاده میشه جایگزین سرامیک و سنگ، هم به عنوان عایق استفاده میشه. اما هزینه خیلی زیادی داره، اجرای بسیار تخصصی، چون اگر به درستی اجرا نشه هم تغییر رنگ و تغییر ظاهر داره و هم اینکه قیمت بسیار بالایی داره.